حرم امام رضا که میریم اونجا تو بهشتیم. یا امام رضا روز آخر ساعت شدم نگاه میکنه بلیط داره، کار داره، مجبوریم، ما بیچاریم، تو دنیاییم. انگار که میخوان روح از تنمون جدا کنن، دلمون میخواد کنارش باشیم، مجبوریم بریم. راه میافتیم، هی برمیگردیم گنبد رو نگاه میکنیم. آدابش اینه، میگه لحظه‌ای که داشتی خارج میشدی بگو السلام علیک، سلام مودع، مثل کسی که میخواد ودا کنه. لا سئمن ولا قال، خسته نشدم، سیر نشدم ازت، مجبورم. امیرالمومنین نگاه کرد به قبر زهرای مرضیه، همون لولا غلبت المستولین علینا، خودت دستور دادی. اگه اینا به ما مستولی نشده بودن، من مجبور نبودم تا صبح 40 تا صورت قبر درست کنم. لجعلت المقام عندک لزام، اینقدر سرمو رو قبرت میذاشتم گریه میکردم تا به تو بپیوندم. دغدغه‌م اینه که بعد از تو عمرم طولانی بشه، اما خودت دستور دادی، مجبورم بلند شم. السلام علیک سلام مودع لا سئمن ولا قال، باید برم ولی مجبورم، دلم اینجاست.